سوریه را، اطفال سوریه را میبینه. کدام مسلمان است کسی که خدا مسلمان میگه که این جنایات حتی در رسانه یک مرتبه بدن برش نمیگه، میره از فرانسوی از کفار دفاع میکنه، تسلیت عرض میکنه. او مسلمان تو تسلیت عرض میکنی، انشاءالله که در روز قیامت الله متعال تو را چی قسم میکنه. تو تسلیت کافر میکنی و مسلمانی که طفل معصوم در زیر بمباردمان در زیر خراب مخروبه ها باقی میمونه. یادش کردی، کامنت نوشته کردی، در اخبار گفتی، کدام چیز است که نکرده. رسول الله خبر داده، صادق المصدوق، پیغمبری که راست میگه و گپش تایید کرده شده است. او میگه که امتها سرتان جمع میشه. مصری که مردم با کاسی خود جمع میکنه مردمه. فقال قائل، یک گوینده گفت با پیغمبر علیه السلام و من قلت نحن یومئذ یا رسول الله، ما از دست کمی ده این روز که مردم سر ما اینقدر بالا میشه، کلگی یکی میشه، ما کم میباشیم. الله اکبر. قال رسول الله گفت بل انتم کثیر، بلکه شما بل انتم یومئذ کثیر، شما در این روز بسیار میباشیم، بسیار زیاد هستی. نفوستان اینقدر است که پرسان نکو، نقطه های استراتژیکی در دست شماست. تمام دنیا که سری کدام چیز گردش داره چرخ میخوره، نفت تیل، این در دست تو مسلمان است، مرکز دنیا پیش توست. اما کدام رقم مردم هستی، چه قسم حالت می داشته باشی. رسول الله میگه ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن شما خشپل هستی، خشپلی که در سر سیل میآید. قطع کفو امو خاشاک یک جای شده در سر سیل میآید، حیثیت نمی داشته باشه. کفی که سر سیل است اینی قدر بالا میشه، کلان سفید میزنه، یک کمی را که برای پلوک می پترقه، هیچ چیز نمی باشه. مسلمان انبوی زیاد می داشته باشه اما حیثیت خشبله داره، حیثیت خشبله داره، اعتراف برش نمی کنه. بمبارد میشه دنیای کفر، با یک کلمه اشتباه شد خدا معاف میکنه، اما تو را در خانیت نمیمانه، در ناموست نمیمانه، اما تو را به کلمه گفتن نمیمانه، اما تو را برای نماز خواندن نمیمانه، تروریست معرفی میکنه، تو را افراطی معرفی میکنه. ببینید کدام حالت رسیدیم. چی میکنیم؟ عهد الله را پوره کردیم، عهد رسول الله را پوره کردیم، داد میزنیم. مسلمان هستیم. کدام نوع مسلمان؟ چه قسم مسلمان؟ در خدمت کافر، در خدمت یهود و نصارا زحمت بکشیم، محنت بکنیم که وا بالا شوه، وا ترقی بکنه. خامخا میکش الله من صدور عدوکم المهابته، از سینه های دشمنایتان هیبت، ترس و کدام رعبی که شما در سینه کافر داره، امو هیبت منکم، هیبت شما را میکشه الله از سینه های ازوا. ولا یقذفن الله، خامخا الله مندازه فی قلوبکم، در قلب های شما الوهن، وهن مندازه. قال قائل، یک گوینده گفت یا رسول الله و ما الوهن، وهن چی نمیگی؟ گفت حب الدنیا و کراهیت الموت، محبت دنیا و بد دانستن مرگ. خدا نگاه میکنیم از مرگ، جهاد بر ما گفته میشه لرزه میگیره ما را، بر ما گفته میشه لرزه میگیره ما را.